با شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که ماه فوریه سال 2021 مرد 56 ساله ساکن نوع رودکی با روی فریب به باوریش درآمده از او برای فروش 6 سر چاروای کلان شاخدار را گرفته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرر رسانیده شده 71500 سامانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینو مرد 49 ساله ساکن پایتخت با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده دیده و دانسته که با علامه سودی نویه مذکور بنای نهم واقع در کوچه پنجرود 86/4 به منفعت دولت رویانیده شده او حقوق بیگانه کردن مالکیت دولتی را ندارد. 9 دکبر سال 2020 اجره استقامتی رقم 15 را از آشیانه ششم در مساحت 166 متر مربع به زن 35 ساله ساکن شهر دوشنبه به مبلغ 160,000 دلار آمریکایی فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده از طرف پروکراتور شهر دوشنبه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 31 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 15:30 شخص نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزدانش لباسهای مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 45 ساله ساکن نویه اشکوشم همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.